مردی که کنار او بود یک پاکت قرمز به قصاب داد. در این اردوگاه تابستانی یک قصاب وجود داشت. دختری پسری را پیدا کرد و از او خواست با او به کالبه چوبی برود. آنها جلوی کالبه رسیدند. گروهی از پسران او را وادار کردند که وارد کالبه شود. ناچار شد به داخل برود. وقتی دیدند پسر وارد اتاق شد، بلافاصله شروع به فرار کردند. پیرمردی در خانه پسر را زندانی کرد و با زنجیر آهنین بست. هر روز مجبور بود برای پیرمرد کار کند. هنگام غذا خوردن پیرمرد ذهن او را تحت تاثیر قرار میداد. به او گفت که پدر و مادرش مردند و او اکنون تنها خانواده‌اش است. آن روز پیرمرد در خانه نبود. پسر پنهانی از کلبه بیرون رفت. اما وقتی به یاد آورد که والدینش مردند، سرانجام دوباره به کلبه برگشت. در روزهای بعد پسر هر روز تمرین داده میشد. او کم کم بزرگ شد. روزی در اتاق روزنامه‌ای پیدا کرد و فهمید که والدینش کشته شدند. پیرمرد وارد اتاق شد. آنها شروع به جنگ کردند. پسر توانست سرانجام از کلبه به جنگل فرار کند. تحت حمایت پلیس به خانه بازگشت و با همسر و دخترش دوباره دیدار کرد. او پلیس را به کلبه برد. اما پیرمرد بدون هیچ ردی ناپدید شده بود. 10 سال بعد 2 دختر پسر بزرگ شده بودند. آنها همراه گروهی از دوستانشان جنگل را کاوش می‌کردند و نزد دوستانشان با داستان پدرشان فخر می‌فروختند. دوستان از آنچه شنیدند شوکه شدند. ناگهان صداهایی در نزدیکی شنیدند و بلافاصله از جا پریدند.